سلام، خوبین؟ ممنون از اینکه پیام دادین. بعضیت اومدین تو پرایوت بهم پیام دادین. امان از این گوگل مپ. ببینید، خب 8 ماه گذشته و اون چیزایی که یعنی گریه‌هایی که بوده انجام شده، خیلی هم زیاد بوده، ولی خب یه وقتایی آدم یادش میاد دیگه. بعد و یه وقتایی یهو زیاد میشه. بعد حالا هر کیه چنین تجربه، بعضی چنین تجربه های مشابهشو دارن. موضوع اینه اه، موضوع اینه که مثلا چندین مورد حس میتونه پیش بیاد با جدایی. بعد بسیار کدوم آدم تجربه کنه. یکیش که یه چیزه، یه حس منطقیش و یه حس معمولش و درستش هم هست که باشه، حس غمه. بعد حالا من نمیدونم چجوری بعضیا خوشحال میشن. خب شاید میخوان اون خوشحالی یه جوری باشه که فراموش کنن، مثلا جشن میگیرن، خوشحال میشن. شاید میخوان فراموش کنن، یه مثلا حالت این که دیدی حواس پرتی پیش میاد آدم بر خودش، که حواسش پرت چیه که چقدر خاطرات خوبی داشته. چون یه زوج وقتی با همه، حالا به هر عنوانی دو نفر با پارتنر با همه، کلی خاطر خوب دارن. وقتی اون خاطر خوب زد دسته، وقتی از هم جدا میشن، یه سری چیزا، یه سری ناکامیه، یه سری از دست دادنه و خود به خود باید وقتی منطقاً باید یه غمایی بیاد. بعد منطقاً یه غمایی باید بیاد. بعد و خب اون غما دیگه راه اینه که آره حواس اون رو آدم پرت کنه. ولی خب چیزی که من یاد گرفتم از مشاوره اینه که آدم باید نگاه کنه به احساساتش، نباید حالت سرکوب داشته باشه و نگاه کنه، یه خود کنارش باشه. خب ولی موضوع اینه، علاوه بر اون بحث غم، یه وقتایی دلایل دیگه ای هم هست توی این جدایی و تا قبل از جدایی خودشو نشون نمیداد، ولی بعد از جدایی خودشو نشون میده. بعد خواهم راجع اینا صحبت کنم. مثلا چی؟ خصوصا برای یکی مثل من یا هر کسی که مهاجرت کرده، یا نه شاید خیلی های دیگه که تنها زندگی کنن. مثال رو پس کار ندارم. حس تنهاییه، خب، و ترس از تنهایی، یه حسی که بعضیا براشون بالا میاد و این حسیه که باید به مشاوره حل شه. بعد و یه چیزایی از گذشته داره، خب، رفت به اون طرف مقابل اونقدر نداره. خب بعد و تو انگار از تنهایی میترسی. باید ببینیم چرا میترسی، آیا محافظی نداری؟ و یکی اینه، یا انواع حسای دیگه که دیگه من بیشتر از این نمیخوام بگم، چون واقعا هر کی شرایطش با یکی دیگه فرق داره. مثلا ممکنه بعضا اون کسی که خودش میاد نظر میده، میاد پیشنهاد جدایی رو میده، احساس گناه کنه. بعد یه سری احساسای دیگه هم هست، اینا هم ممکن بیاد. مثلا ترس از مثلا رها شدن، شبیه تنهاییه. خب که اصلا انگار من یهویی مثلا دنیا دیگه کسی نیست برام. اینو خانوما ممکن بیشتر تجربه کنه. یا احساس خواسته نشدن، دوست داشته نشدن. خب که من حتما خواستنی نبودم. خب یا دوست داشتنی نیستم. خب اینا معناسازی هایی که بعد از جدایی پیش ممکنه بیاد و واقعا بعد از جدایی نیاز به مشاوره به شدت زیاده. خب اینکه یه دوره‌ای بخوایم با گذشت با کمک زمان فراموشش کنیم، ولی این نیاز ماست. خب که باید جواب داده شه. خب اون بخش غمه کارش نمیشه کرد. یه وقتایی یادش میفتی، میری یواشکی، یا مثلا غیر یواشکی، فرق نمیکنه، گریه میکنی. خب ولی اون بخشای دیگه نه، بخشای مهمی هست.
اون بخشا معناسازی هایی هستن که تو از زندگیت میکنی و بعضا توی رابطه بعدی مهمه. خب بعد مثلا من حس خواستنی نبودن بکنم، خب یا دوست داشتنی نبودن بکنم. این خب این یعنی مثلا تو اگه این حسو کلا داری، خب اگه کلا این حسو داری، خب بریم ببینیم تو یعنی همیشه وابسته به یه نفر باید باشی که ببینی که دوستت داره. خب بعد این یه چیز مهمیه، من بلد نیستم الان دقیق قشنگ راجعش صحبت کنم، بعضی موضوعات رو بلدم و اینو دقیق بلد نیستم، ولی حرف اینه. پس مثلا یه چیزی مثل خواستنی نشده. ببین این که الان تو یک لحظه تو توسط یک نفر ممکنه خواسته نشده باشی، خب یا مثلا طرف مقابل تو رو دیگه گفتش که تو رو دیگه دوست نداره، خب اگه چنین چیزایی به دست داد، خب یه نفر الان تو دنیا منو دوست نداره، خب یه نفر الان تو دنیا هستش که مثلا کارای منو تایید نمیکنه، ولی اگه من فکر میکنم که من کلا خواستنی نشدم، یعنی معناسازی کنم که من کلا هم چیزم، این واقعا نیاز به مشاوره داره و گاهی وقتا خودمون نمیفهمیم، فکر میکنیم که من کلا این فکر رو نمیکنم، فقط این شخص رو فکر میکنم، ولی واقعا این فکر میکنم. یا بعضی وقتا حست نسبت به طرف مقابل به صورت خشم خودشو نشون میده. تو چرا اینقدر بدی؟ کلی دلیل میاری برای اینکه طرف مقابلت خب خیلی آدم بدیه، خب یا تو رو تنها گذاشته، تو رو مثلا ول کرده. بعد موضوع اینه که همین خشمت هم باید بریم ببینیم. خب یا وقتی این خشمی که داری تو فکر میکنی از اون نفر خشم داری، خب در حالی که اون نفر اومده این معناسازی رو تو به وجود آورده، تو با این معناسازی که خودت با خودت کردی گیر داری، خب و با این معناسازی خودت رو با خودت حل کنه. اگه متوجه نمیشید بگید مثلا تو دایرکت تو یه جا به من پیام بدید که بیشتر توضیح بدم. بعد و تو باید اون معناسازی که الان کردی و درست کنی، به جای اینکه بیای از اون طرف بهش فوش بدی، هر وقت یادش میفتی خشم داشته باشی بهش و هی فکر کنی اگه مثلا این خشم بره، اگه این معناسازی درست شه خشم میره. بعد حالا بعضن فکر میکنن جدایی منطقی، یه وقتایی جدایی منطقیه ولی کلی نیازاتون برآورده شده، فهمیدید که ببین فلانی تو دوست داشتنی بودی یا خب من نتونستم با تو زندگی کنم، خب تو خواستنی بودی من نتونستم، من به دلیل شرایط خودم نتونستم با تو زندگی کنم. بعد یا تو خودت نخواستی ولی فهمیدم که مشکلی از من و تو نیست، ما نتونستیم با هم رابطه داشته باشیم و اینا هم من هم تو آدمای خوبی هستیم و قرار خوشبخت شیم. ترس از بدبخت شدن، خب خصوصا کسایی که متأهل باشن و جداشن، خصوصا بعضی خانوما توی فضای واقعا باید بگیم گندش بدارن با این از فرهنگی تو ایران، اینجوری لغت بدبخت شدن رو به کار میبرن. خب که الان تو دیگه بدبخت شدی، تو دیگه زندگی خوبی نخواهی داشت. عشق همون عشق اولیه، میگن هیچ عشقی تو دنیا مثل عشق اولی نیست. بعد اینا برای شعرها قشنگه، برای چیزا قشنگه، حس خوبی مثلا تصوری به آدم میده ولی واقعیت نداره. خب تو میتونه عشق دومت بیشتر از عشق سوم و اولت باشه. داشتم میگفتم تو میتونه عشق دومی داشته باشی از عشق سوم و اولت بهتر باشه. بعد یه چیز اینجوری نیست، زندگی تو داری میسازی، خب و تویی که داری کنترلش میکنی، هی درگیر این احساساتی که مردم میگن نشو. خب و اگه این احساسات اذیتت میکنه، اینا نیاز به مشاوره داره که منو چرا نگران میکنه که مثلا من الان تو رابطم قراره مثلا تو زندگیم دیگه مثلا قراره نیست رابطه خوبی داشته باشم. و اومدم خلاصه
خلاصه اون بعدی تو بعدی میگم.